خب با تن جنابت کودک مکانی جایز است؟ خب التماس جواب تید. یک خواهر مهاجر شما، خواهر محترمه، در حالت نفاس بودن که مردم خودمون چیل میگوین یا اینکه در حالت جنابت، از روی فتواها شیر دادن کودک درست است، اما از روی تقوا درست نیست. انسان اگر خصوصا مادرها چقدر به تن پاکیزه به پای به طهارت کودک ها را شیر دهند، کودک ها و فرزندهای اونها صالح می آیند، فرزندهای اونها خوب می آیند. اما وقتی به تن یعنی ناپاک اگر اونها را شیر دادن و یعنی به اهمیت کردن، البته مادر این خود مدرسه است که فرزند در آغوش وی تربیت می‌یابد. هر یک مادر فرزندش یا جهنمی و دوزخی میگردانه یا اینکه جنتی و خوشبخت میگردانه. به همین خاطر شما چقدر اگر پاکیزه و خوب باشه، ان شاء الله که فرزندای شما صالح خوب میآیند. به همین خاطر از روی فتوا درست است. مثلا شما همراهی شوهر تو هم خوابگی کرده بوده، کودک شما گریان، شما میتوانه که یعنی پیش از غسل کردن خسته کودک شیر دهه، یا اینکه شما در چیل هسته بعد از کودک کردن، خود چیل یعنی مدتی دراز است، در این مدت شما کودک ها را شیر میدهه. البته این برای شما اجازت درست است در شریعت از روی فتوا.